جشن زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. صد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشن زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شدن از آن که روزی فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروز شما. شادند از آن که روزی فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. بقای عمر انسان است فرزند، به جسم آدمی جان است فرزند. السلام علیکم بیننده های عزیز و مشاهدین. امروز جماعت تبریکاتی شهنان در دهه زیبای اقصای عظیم برای تبریک کردن امید جان آمدیم. امروز امید جان را از نام خاله جان های عزیز نیگلا خاله و استاد خاله تبریک میگویم. از نام بابا جان و بیبی جانشان روشن بابا خیریه بیبی تبریک کردن. لحظه های خرسندی رو همراه شما با هم ببینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. سلام ای نور دیده، سلام بر مردم فرهنگ دیده. السلام علیکم پدران مادران عزیز، السلام علیکم مردم سربلند و باآرونند و ناموسدار اقصای عظیم. همه شمایان رو به جشن یک سالگی امید جان خردکه که ما خوش آمدتان میگوییم. برای ما لازم است البته زنینکه مکرماتی امید جان و البته روشن بابا خیریه بیبی تمره بیبی را به نظر ما تکلیف میکنیم و البته نیگلا خاله و استاد خاله را برایش تا قرصک میزنیم. مرحبا به نظر ما تکلیف میکنیم. روشن بابا خیریه بیبی تمره بیبی شمایان را نیز تکلیف میکنیم. مرحبا. السلام علیکم صاحب جشن های عزیز. تمره بیبی از این طرف نزدیکتر است. برای تمره بیبی، برای خیریه بیبی، خاله جان های عزیز، مادران مهربان، جشن زادروزی نبیره را از دامنش هم مغزش شیرین میگیره. جشن زادروزی امروز امید جان را برایتان مبارکباد میگوییم.
در بحر و برم گوهر یکتاست نبیرد در باغ سخن بلبل گویاست نبیرد. امروز امید جان عزیز را از نام دو خاله جان عزیزشان از نام دیگناویتی استاداویتی از نام روشن بابا و خیریه بیبی تبریک میگویم. گفتند که سال گذشته زرینکه خاندانتان با یک پهلوان به دنیا آمده است که نامش را امید جان گذاشته. من امروز الکی این یک ساله شد ما یک سال باز خرسند هستیم که در خاندان ما پهلوان دوامچی سلاله ما امید جان ما به دنیا آمد. خدا کند که انسانی نیک شود مانند همین مردمی آقسای خواند نامبردار شود صاحب معلومات عالی شود و همیشه در خدمت خلق و وطن پدر مادری خود باشد. بعد از ختم مکتب بیایید ماشینچه پیششان بر الکی دیدن امید جان ماشینچه را شیران درونش بر مرحبا مبارک باشد. خدا کند که امید جان کلام شود چه آرزوها دارید از پشت امید جان رساند در آینده میلیسیونر پروکورور کلام شود صاحب کارخانه های بانفوذ شود و شمایان را همراهی یکپارچه به زیارت کعبه الله فرستاند. برای بیبی جان های عزیز برای مادر کلان ها قمر بیبی خیریه بیبی نبیره کلین آمدن نصیب کند میگویم. امروز برای امید جان میگویم ای پسر کنجه در راه ادب از پی دانش بشو تو روز و شب عقل و دانش زینت انسان بود هم چراغ در ره ایمان بود. هر کی باشد در نظرها معتبر دان کی باشد عضو دانش با خبر. البته امید جان عزیز یک پسر نیکلام شود. خدا کند که در ختنه‌تویش در توی نکاحیش از این هم زیاد شده تبریک کردن نصیب کند. بار دیگر زرینکه امروز زادروزی پسرچه را برایتان مبارکباد میگویم. میخواستیم اکنون نیت‌های نغز و نیک را از کلام سالان شنویم و به صحنه امید جان عزیز اریکنای امه مرحبا مرحبا. السلام علیکم همدیاران عزیز مهمانان مهربان از دور و نزدیک آمدگی خویش و تباران عزیز اجازت فرمایید من از نام خودم و از نام اهل خاندان برادرم روشنبک و از نام خاندان دامادم زرینبک همه شمایان را بر این روز تولد پسرش خوش آمدید میگویم. همیشه خوش و خرسند باشید. پسرکم کلان شوی امید جان صد ساله شوی مثل باباهایت علی مردم بابا روشن بابا داریم همه خیلی یک بچه که پیش قدم شوی در دهه ما به حق یاری میرساندگی یک پسری اعلا شوی. همه جان و جانان در این خاندان همه فیض و احسان در این خاندان و تبریک زادروز امید جان آمدیم همه با دل و جان با این خاندان. با دقتتان رحمت خوش آمدتان مهمانان رحمت رحمت همه جان عزیز تشکر میگیم. اریکنای هزار رحمت. البته میخواستیم اکنون برای امید جان ما خاله جان ها قطار خوابها تیار کردن. یک جای اولین شیرینی امید جان را میبریم و از آن تناول میکنیم. زرینکه امید جان را گیرید دستتان بر یک پرسش میبریم جان شما نزدیکتر مرحبا. زادروز مبارک. Но не стоит грустить зря, не зря день рождения, собираются все друзья, и чем больше вокруг, тем моложе сердце стук. Рождения, успеха, радости, весенния, желаний, исполнения. آنها جانی عزیز، آنها جانهای مهربان، قمر بیبی، خیریه بیبی، خدا کند که همین سالهای نزدیک به ختنه‌توی کنید. در سالهای آینده بعد از ختم مکتب نبیره کلین آمدن برای شما نصیب کند و نبیره کلین همین امید جان در اطراف شما بیبی جان خدمت کردنش نصیب کند. یک نیت‌های نزدتان را شنویم اکنون. مرحمت.
رحمت سلامت باشید. تشکر میگویم و البته تشکیل کننده امروز بعض مراقبه جان ها را نگنایتی صداویتی را تکلیف میکنیم. یعنی نزدیکتر بیایید برای جیان عزیز، برای امروز امید جان، برای پهلوان خاندان دوامچی 2 ساله یک تا نیت های نقض را شنویم. باید نزدیکتر. مرحبا. زرینکه میگویند که نمک در کامها شیرین تر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. سفیداری بلند یک نوده و 100 برگ تر دارد، پسر در کوی عشق رفته چه پروایی پدر دارد. پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گیرد و امیده که در پیری پسر دستی پدر گیرد. دمی پیری و دولت پیری را دهد. شما انسان خوشبخت هستید که در سر چنین مادر عزیز و غمخوار، چنین عائله نیکنام دارید. خدا کند که تا آخر به این عائله خوشبختتان چشم نرسد. همیشه صحت سلامت باشید و البته مرحمت همتان امید جان را آغوش کرده، بوسه کرده، تبریک کرده میتوانید، زیرا که فرزند تحفه بی‌بهاترین است از طرف خداوند کریم. مرحمت زادروزی امید جان مبارک باشد. خاله جان ها آغوش کرده تبریک کردنتان ممکن است. مرحمت. و البته امروز این اتومبیل برای میجان از نام روشن بابا برای میجان قبول کنید و مهمانان عزیز شمایان را به رقص تکلیف میکنیم. و حرمت میجان امشبه و حرمت پهلوان این خاندان یک جای میرقصیم و خرسندی میکنیم. بار دیگر خوش آمدید میگوییم. نامگفته نماند که دیروز البته چند ساعت ها شد عید بین المللی زنان بانوان بود. بانوان عزیز از نام تمام مردان امشبه هر یکی شمایان را با عید بانوان تبریک میگوییم. همیشه صحت سلامت در سر اهل و عائلتان زیبای خاندان شده گشتن نصیب کند. عیدتان مبارک بانوان عزیز. مرحمت سرودها برای شما.
بیننده های عزیز، امروز در دهه اقصای عظیم جشن یک سالگی میلاد عمر امیدجان عزیز را فرزند عزیز در نکه را برگزار کردیم. همراه شمایان با هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنام صحتمند باشید.